یکی بود یکی نبود. قصر خوشبختی. عزیز، در قسمت‌های گذشته براتون تعریف کردم سر ریچارد که یکی از اشراف‌زادگان انگلیسی است به خاطر ناراحتی مالی مجبور میشه قصر آبا و اجدادی خودش رو که مورد علاقه شدید او و همسرش لیدی ماری به فروش برسونه و سرانجام وکیلش با یک آمریکایی جوان که جان بلین نام داره برای فروش قصر توافق میکنه، ولی جان بلین به هنگام ورود به قصر با کیت که نوه ولز خدمتکار خونه است روبرو میشه و بین اونها مکالمات جالبی انجام میگیره. بعد از اینکه جان بلین در قصر با ارزیاب‌هایی که به همراه آورده به گفتگو می‌نشینند، کیت متوجه میشه که آقای بلین قصد داره اون قصر قدیمی رو با وسایل مدرن از جا در بیاره و به آمریکا ببره و اونو در آمریکا به صورت یک موزه در بیاره. وقتی سر ریچارد و لیدی ماری از این موضوع خبر میشند، پا به پای کیت ناراحتی و اضطرابشون رو نشون میدند. در آخرین صحنه داستان بین کیت و آقای بلین نزدیکی بیشتری پیدا میشه و سرانجام همه قهرمانان این داستان به انتظار روز بعد و گفتگوی وکلا راجع به طریقه فروش میمونن و چون روز بعد میرسه این صحنه به وجود میاد. روز بخیر. خدا رو شکر بالاخره فیلیپ اومد. روز بخیر آقای فیلیپ. آقای بلین وکیلم رو معرفی میکنم، فیلیپ وبستر. آقای وبستر حتما آقای جان بلین رو فقط از راه مکاتبه میشناختید. بله. منم وکیلم رو معرفی میکنم، آقای دیوید هورس. خوشحالم. منم همینطور. خب سر ریچارد، ممکنه به من بگی جلوی نرده های قصرتون چه خبره؟ 2 نفر جوان و یک عده کارگر اونجا ایستاده بودن، دورشون هم ازدحامی برپا بود. وقتی پرسیدم دارن چی کار میکنن، گفتن دارن قصر رو اندازه‌گیری میکنن، میخوان اون از اینجا به آمریکا ببرن. خدای من. ممکنه یه نفر به من جواب بده؟ توضیح بده که این حرفا چه معنایی داره؟ فیلیپ عزیز، موضوع اینه که ما در وضع بسیار عجیبی قرار گرفتیم. آقای فیلیپ، من به راستی از این میترسم که ما اصلا نتونیم بالاخره هم این معامله رو انجام بدیم، چون به نظر من بردن قصر از اینجا به یک مملکت دیگه کار غیر ممکنیه. پس اون جوونا راست میگفتم، ولی براتون قسم میخورم که من هرگز نمیدونستم آقای بلینگ همچین نقشه‌ای داره. به نظر من بردن یک عمارت از یک محل به محل دیگه جنون و دیوانگی محضه. چرا اینقدر تعجب کردین؟ ما آمریکایی عادت داریم بناهای بزرگو با وسایل علمی مدرن به هر کجا که میخوایم منتقل میکنیم. آقای وبستر، من که قبلا برای شما از طرف موکلم نامه فرستادم، ولی در نامتون به موضوع انتقال قصر هیچ اشاره‌ای نکردید. به همین جهتم فکر نمی کنم این معامله سر بگیره. بله، من به هیچ وجه حاضر نیستم که ملک موروثیم رو به مملکت دیگری بفروشم. پس به این ترتیب باید موضوع به دادگاه ارجاع بشه. آقایون بهتره با یک فنجون چای حالتون رو عوض کنید. آقایون چای تعارف کن. آقایون، من از رفتن به دادگاه متنفرم. هرگزم حاضر نیستم سر ریچارد رو به معامله‌ای وادار کنم که مورد علاقش نیست. آقای بلین، مثل این که فراموش کردید برای اومدن به انگلستان و خرید این قصر نزدیک به $50,000 خرج کردید. وانگهی شما برای حمل این قصر 2 کشتی هم اجاره کردید و علاوه بر اون تعهدنامه فروش قصر هم قبلا امضا شده. این نوع تعهدنامه ها در دادگاه‌های انگلستان فاقد ارزش قانونی. ولی ما میتونیم طبق قوانین کشور خودمون از شما شکایت کنیم. فراموش نکنید که موکل من یک انگلیسیه. در هر حال چون شما با آمدن ما به انگلستان موافقت کردید، مجبورید خسارت سنگینی رو بپردازید. هر کاری میخواید بکنید، ولی هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که قصر رو از اینجا خواهش میکنم آقایون، خواهش میکنم، دیگه کافیه. سر ریچارد، بله، لطفاً توجه کنید. تنها هدف من از این کار اینه که موزه‌ای درست کنم، کاری کنم که هموطنانم بتونن این تابلوهای معروف هنری رو ببینن. آقایون، بفرمایید چای خواهش میکنم. بفرمایید. متشکرم. به نظر من بالاخره باید همگی با کمک هم موضوع رو به یک نحوی حل کنیم. چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که پدرم هم با این کار به کلی مخالفه. اونو دیوونگی میدونه. خب پس حتما برای اینکه صحت نظر خودتون رو به پدرتون نشون بدم چه تصمیمی گرفتید. نه، من فقط به این دلیل این قصر رو برای خرید در نظر گرفتم که هیچ قالب دیگه‌ای نمیتونه نقشه‌های منو به این زیبایی مجسم کنه. آها. اگه قصر رو از اینجا به کانکتیکات ببرم، سالها در اونجا میمونه.
و پرده های نقاشی همیشه در پناه دیوارهای سنگیش محفوظ میمونن. خب بله، علت دیگه تمایل من به این قصر اینه که این قصر انگلیسیه و اجداد منم انگلیسی بودن. در نتیجه خود منم تقریبا یک انگلیسی هستم. صحیح. بله، هدف من خرید یک قصر انگلیسیه. اگه توافق پیدا نشه مجبورم به سراغ یک قصر انگلیسی دیگه برم. من اصلا با عقیده شما موافق نیستم. به همین دلیلم به میهمانخانه برمیگردم. خواهش میکنم. هم دیگه رو در هتل خواهیم دید. روز بخیر آقایون. روز بخیر. روز بخیر آقا، روز بخیر. خب سر ریچارد، بله. چون دلم نمیخواد با جر و بحث مالک قصر شما بشم، فعلا خداحافظی میکنم. خانم کیت، روز شما هم بخیر. امیدوارم همیشه در این قصر بمونید و هرگز از اون جدا نشید. آقای بلین، خواهش میکنم نهار رو پیش ما ببرید. نه دوستانم در هتل منتظر من هستن. باید به اونها ملحق بشم. برای شام چطور؟ اجازه میدید منتظرتون بمونیم؟ بسیار خوب، خدمت میرسم. متشکرم. خدا حافظ آقای جان. سلام پدر روحانی. اوه سر ریچارد، اصلا انتظار دیدنتون رو نداشتم. شاید منم انتظار نداشتم امروز با شما روبرو بشم، ولی آمدن شما پدر، من به قبرستان آمدم. میخواستم کمی فکر کنم. میدونین آخه این روزها گرفتاری های عجیب و غریبی برام پیدا شده. احتیاج به تفکر دارم. خیلی عجیبه. رفتار شما همیشه اینقدر غیر قابل انتقاد بوده که پدر، اگر فکر میکنید من خودم برای خودم دردسری درست کردم اشتباه میفرمایید. در هر حال من برای شنیدن حرفای شما و کمک، البته اگر کمکی از دستم بر بیاد، حاضرم. پدر، من همیشه مسئول قصر و مسئول زندگی همه آدم‌هایی بودم که در زمین‌های من مشغول کشت و زرعند. ولی حالا زمانی رسیده که دیگه نمیتونم بار مسئولیت رو حمل کنم. دارم اونو به زمین میندازم. فرزندم، البته من در این مورد چیزهای زیادی شنیدم، ولی همیشه دعا کردم که اینها همه فقط یک شایعه باشه. متاسفانه همه چیز حقیقت داره و جز فروش قصر هیچ راه دیگری برای من باقی نموند. پس حقیقت داره؟ بله، مسئله فروش اجباری قصر یکی از دلایل آشفتگی منه. و اما یک دلیل دیگرش پدر، طرح این مسئله یک کمی مشکله. فرزند، صحبت کردن با یک کشیش برای هیچ کدوم از بنده های خدا نباید مشکل باشه. من فقط میتونم برای شما داستانی رو تعریف کنم. این داستان زندگی یکی از اجداد منه که تصادفاً هم نام منم بوده. این مرد که اسمش ریچارد بوده با زن دلخواهش ازدواج کرده بود. خب ولی اونها هیچ وقت صاحب بچه نشده بودند. زن همیشه فکر میکرد شوهرش نقصی داره. بله. ولی مرد که به طور پنهانی از زن دیگری صاحب یک بچه شده بود و خوب میدونست که نقصی نداره، به خاطر همسرش سکوت کرده بود. اون فداکار بود، نمیخواست همسرش رو رنج بده. ولی همسرش اصلا این موضوع رو نمیدونست و دائم به شوهرش زخم زبان میزد. جد بیچاره من، فقط خدا میداند که چه رنج و عذابی کشیده پدر. فقط سر ریچارد. بله پدر.
شما حتم دارید که حالتون کاملا خوبه؟ بله بله پدر. ولی من اصلا نفهمیدم به چه دلیل این داستان برای من تعریف کردید و این داستان با شما چه ارتباطی داره؟ اصلا بهتره از این مسئله بگذریم پدر. به نظر شما این حقیقت داره که عده‌ای از ارواح در قصر من رفت و آمد میکنن؟ ولی من اصلا به این مسئله وارد نیستم. همسرم به این موضوع ایمان عجیبی داره. خب اگر این مسئله درست باشه وقتی که قصر رو خراب کنن پس اونها چه کار خواهند کرد؟ سر ریچارد، بیایید با هم به خونه بریم. فکر میکنم اعصابتون خسته شده باشه. شما باید استراحت پدر بگید ببینم، اگر شما یک روز شاهد خرابی این کلیسا بشید چه کار میکنید؟ میرید استراحت میکنید، سیگار میکشید و قهوه میخورید تا موضوع رو فراموش کنید؟ سر ریچارد. خدا حافظ پدر روحانی. میرم تا فراموش کنم، البته اگر امکان فراموش کردن وجود داشته باشه. خدا حافظ فرزندم. شما هستید؟ از اینکه مزاحمتون شدم معذرت میخوام، ولی پدرتون پای تلفن هستن و میخوان از آمریکا با شما صحبت کنن. صدا خوب میاد؟ نه درست مثل اینه که یه نفر از میون دریا فریاد میزنه. به این ترتیب حتم دارم پدرم پای تلفنه، چون تنها اونی که پای تلفن داد میزنه. بهتر عجله کنیم. متشکرم. الو این که جواب نمیده. ممکنه ارتباط قطع شده باشه. الان از تلفن چی میخوام که 2 مرتبه نیویورک بده. الو مادمازل، ممکنه 2 مرتبه نیویورک بدین؟ بله طرف مکالمه حاضره. خیلی متشکرم. راستی آقای بلین، پدرتون همیشه همینطور عصبانی و شتاب زده است؟ بله تا دم مرگشم همینجور باقی میمونه. ازتون یه سوال دارم، مادرتون چطور میتونست یه همچین مردی رو تحمل کنه؟ مادرم عاشق پدرم بود، همه نوع رفتارش رو تحمل میکرد. پدرم هم اونو دیوانه‌وار دوست داشت. وقتی که مادرم از دست داد تقریبا نیمه دیوانه شد. من خیلی دوست دارم حرف آدمایی رو که اینجور همدیگر رو دوست دارن بشنون، هرچند که از اینها حرفا زیاد نشنیدم، ولی تا اونجا که میدونم پدر مادر منم همدیگر رو خیلی دوست داشتن. البته پدرم از نظر اجتماعی از مادرم خیلی پایین تر بود، ولی اونا بازم همدیگر رو دیوانه‌وار دوست داشتن. منم میوه اون عشق هستم. میوه عشق؟ بله. ولی خیلی عجیبه که من دارم این حرف رو برای شما میزنم. چرا نباید حرف بزنید؟ من از اولم تشخیص داده بودم که شما اون آدمی که جلوه میدادید نبودید. ولی حقیقت اینه که من نوه ولز هستم و پدرم کالین پسر اون بود. خب مگه این موضوع خیلی مهمه؟ برای من اصلا مهم نیست، ولی برای آدمای دیگه شاید مهم باشه. ممکنه شکل پدر و مادرتون برای من تشریح کنین؟ اینطور که شنیدم پدرم مرد جالبی بود، خیلی هم مغرور. من از اون عکسای زیادی دیدم. اون آدم عجیبی بود. وقتی که 20 سالش بود از اینجا به لندن فرار کرده. اون خیال داشته نقاش بشه. اینطور که شنیدم حتی در لندن نمایشگاهی هم از نقاشیاش ترتیب داده. شما هیچ کدوم از تابلوهای اونو دیدین؟ نه همه تابلوهای پدرم از بین رفته. خب مادرتون چه جور آدمی بود؟ مادرم اون زن زیبا و گوشه‌گیری بوده. فکر میکنم خیلی رنج کشیده باشه، برای اینکه اینطور که پدر بزرگم میگه خانواده‌اش از ازدواجی که کرده کاملا ناراضی بودن و دائم سرزنشش میکردن. گفتید که اونم در حادثه هوایی با پدرتون کشته شده؟ بله. خب الو بله آقای بلین. بله ایشون مدتی منتظر تلفن شما هستن. نه خیر من لوئیس نیستم، خواهش میکنم گوشی خدمتتون. خدای من لوئیس کی میتونه باشه؟ شاید خواهر جانه، شاید.
آقای بلین، پدرتون منتظر هستن. خواهش میکنم. متشکرم. الو سلام پدر. خیر یکی از خدمتکارای قصره. نه شما او رو نمیشناسید. نه دیوید هولز بی جهت تلفن کرد. معامله هنوز منتفی نشده. نه پدر نه. من نمیتونم بیام. چی میگید پدر؟ اصلا بهتره شما به کارهای خودتون برسید. من آزاد بذارید. خواهش میکنم دیگه بیشتر از اینم از لوئیس حرف نزنید. به کارهای منم کاری نداشته باشید. بله همین. خداحافظ. بله اگه مجبور بشم اصلا همه تابلوهای مادرمو به اینجا میارم. کیت منو ببخشید. هر وقت من و این پیرمرد با هم صحبت میکنیم موضوع با دعوا تموم میشه. معلوم میشه شما مثل پدرتون خشن و یه دنده هستین. درسته. من هیچ وقت حرفم عوض نمیکنم. حتی اگه به خاطر لوئیزم شده باشه. ممکنه به من بگین لوئیس در این نمایشنامه چه نقشی رو بازی میکنه؟ لوئیس. بله لوئیس دختر سلطان زغال امریکاست. پدرای ما سال هاست که با هم کار میکنن. از دوستان نزدیک هم دیگرن. اونا همیشه خواستن توسط من و لوئیس زغالا و فولاداشون رو با هم مخلوط کنن. من شنیدم شما به خودتون میگفتین میتونید همینجا در انگلستان موزتون رو درست کنین. خواهش میکنم همین کارو بکنید. بذارین قصر رو جاش بمونه. در ضمن ما هم سرگردون آواره نمیشیم. هیچ میدونید عبور دادن اون تابلوها که میلیون‌ها دلار ارزش دارن چقدر مشکله؟ ولی با وجود این باید یه راه حلی پیدا کنم. در هر صورت من دلم نمیخواد کاری بکنید که با ذوق و سلیقتون جور نباشه. الو؟ بله همینجا هستم. خواهش میکنم. آقای بلین از هتل فکر میکنم وکیلتون باشه. خواهش میکنم. متشکرم. الو؟ بله هورس من اینجام. با پدرم صحبت کردم ولی بهتر همتون در هتل بمونید و منتظر دستور من باشید. بله البته میدونم که باید هر چه زودتر تصمیم بگیرم. از زحمات شما متشکرم ولی بهتر صبر کنید چون ممکنه وضع بسیار مهمتری به وجود بیاد. بله روز بخیر. کیت؟ اون از اتاق بیرون رفته ولی به این زودی کجا رفته؟ اصلا نمیدونم چرا اینطور تحت تاثیر این دختر قرار گرفت. خانم کیت؟ شما هستی؟ چرا اونطور بیخبر از اتاق بیرون اومدین؟ کار بدی کردم؟ نمیدونم. حالا دارین چی کار میکنین؟ میبینین که دارم شمع رو روشن میکنم. کاری دارین؟ نه کاری ندارم. آقای بلین شما نامزدتون لوئیس دوست دارین؟ نمیدونم. پس فقط میدونم که مقصود از این ازدواج فقط یک اتحاد تجارتیه. منظورم میفهمید یا نه؟ بله خوب میفهمم. چقدر خوب که شما زبون منو میفهمید. موضوع اینه که همیشه از این ازدواجای عاقلانه در دنیا زیاد اتفاق میفته و مسئله زیاد غیر قابل تصور و یا عجیب و غریب نیست. نگاه کنید یه مقدار عکس آوردم که به سر ریچارد نشون بدم. خوب شما نگاه کنید. این دورنمای
کانکتیکاته، ولی دلم میخواد قصر رو روی این تپه کوچیک بگذارم. البته نقشه اونم کشیدم. راست میگه؟ کیت، سر ریچارد، ممکنه به من بگی اینجا چی کار میکنی؟ من داشتم، یعنی میخواستم یه فکر تازه‌ای رو به سر آقای بلین بندازم. راستی؟ بله، داشتم با آقای بلین میگفتم بهتر موزه رو همینجا به وجود بیارن، ولی متاسفانه ایشون هنوز قبول نکردن. ریچارد، شما اینجایید؟ چرا لباس سواریتون رو عوض نکردی؟ عزیزم، منم دنبال تو میگشتم. کیت هم در این مدت از آقای بلین به خوبی پذیرایی کرده. همونطور که میبینی با وجودی که هوا تاریک نشده شمع رو روشن کردن که همدیگر رو بهتر ببینن. البته کیت پیشنهاداتی هم به آقا کرده. چی میگی ریچارد؟ نکنه دیوانه شده باشی؟ چرا دیوانه عزیزم؟ چقدر زود قضاوت میکنی؟ کیت به ایشان پیشنهاد کرده که اینجا رو تبدیل به موزه کنن. آقای بلین، باور کنید پیشنهاد کیت خیلی جالبه. کاش شما هم از اول همین فکر رو کرده بودید. خیلی دلم میخواست با شما موافقت کنم، ولی مسئله اینه که قصر در جای دور افتاده‌ای واقع شده. محاله که جانگردا به این طرف بیام. ولی در عوض آدمایی برای بازدیده این موزه میان که سرشون به تنشون میارزه. نه، من میخوام این موزه رو در وطن خودم به وجود بیارم. میخوام هموطنام از اون تابلوها دیدن کنن. هدفم اینه که عزیزم بهتره دیگه برای خوردن شام بریم. آقای وبسترم در سالن پایین منتظرن. بسیار خوب، من میرم که لباسمو عوض کنم. آقای بلین، سر میز شام شما رو میبینم. خواهش میکنم. بله؟ از نیویورک تلفن میکنم. فکر میکنم باز پدرتون باشن. پدرم؟ اون که تازه با من حرف زد. معلوم نیست باز چه اتفاقی افتاده. لیدی ماری، با اجازه شما. خواهش میکنم، بفرمایید. چرا حرف نمیزنید؟ علتش اینه که ذهنم خرابه و تا با پدرتون حرف نزنین آروم نمیمونید. بسیار خب، پس زودتر گوشی رو بردارید. الو؟ بله پدر. چی؟ شما و حمل تابلوها به انگلیس مخالفید؟ بسیار خوب. پس گوش بدید. ما اصلا دعوایی نداریم. نه. منم با شما موافقم. علتش اینه که دلم میخواد فقط هموطنام این تابلوها رو ببینن. ما موزه رو در همون کانکتیکات تأسیس میکنیم. خیالتون راحت باشه. بله اینجا برای تأسیس موزه خوب نیست. صحیح. این موزه باید در مملکت خودمون تأسیس بشه. بله پدر، خیالتون آسوده باشه. ما با هم دوستانه خداحافظی میکنیم. با امید دیدار. کیت؟ بله؟ یه دفعه یه فکری به خاطرم رسید. میدونید من باید سر ریچارد راضی کنم، هم قصر رو و هم شما رو یه جا به من بده. چی؟ مگه فکر کردین من یک شی یا یه تکه اساسی هستم؟ کیت، موضوع اینه که شما یک جزئی از این قصر هستید و من بدون شما نمیتونم در قصر تشکیلات جدیدی به وجود بیارم. اگر فکر کردین میتونید منو با پولاتون بخرین اشتباه کردین و به خاطر همین اشتباه دیگه حاضر نیستم به این صحبت ادامه بدم. کیت کجا میری کیت؟ آقای بلین، بهتره از اینجا برید. بهتره به مملکت خودتون برگردین و ما رو به حال خودمون بذارید. فهمیدین آقای بلین؟ کیت خدای من، این دختر کیه؟ محال با این غرور و شخصیت نوه ولز پیش خدمت باشه. اون یه چی بگم خدایا، انگار در خواب هستم و این چهره زیبارم در خواب میبینم.
کیت اگه پدرم بفهمه من به نوه پیش خدمت قصر دل باختم چی؟ اصلا بهتر از این خواب بیدار بشم. بله باید هرچه زودتر معامله رو تموم کنم و با آمریکا برگردم. همین کارم میکنم. بله. شنوندگان عزیز، آیا این امکان وجود داره که بین دو جوانی که از دو دنیای جداگانه هستند اون چنان نزدیکی به وجود بیاد که به یک پیوستگی ابدی منجر بشه؟ چرا جان بلین از آمریکا به اون قصر انگلیسی آمده و عشق سوزان و نسبت به اون دختر خدمتکار به کجا میرسه و از اون گذشته ماجرای قصر به کجا ختم میشه؟ فردا در قسمت 4 داستان با حوادث کاملا تازه‌ای مواجه میشید. Thank you.